سلام و صد سلام خدمت شما نازنینان. چطور هستید؟ انشالله که همه‌تون خوب و صحتمند باشین. دوستان عزیز، عیدتون مبارک. روزه و نمازتون هم نیز قبول درگاه حق باشه و امیدوار هستم که یک عید خوب و خوش سپری کرده باشید. دوستان نهایت گرامی، ما بعد از عید دیگه، بعد از یک تعطیلات عیدی دیگه بگویم براتون، باز هم در خدمت شما هستیم با شهر کابل و ما و ویدیوها و شما. دوستان امروز به یکی از مقبول ترین جاهای شهر کابل، البته از نظر من، میریم که چهارراهی پروانه دوی شهر کابل است. دوستان عزیز، چهارراهی پروانه دو اقدر مقبول است، سبز است، یعنی مرا هر وقت که میم به وجد میاد. اینا بیایم بریم خودتون ببینین از نزدیک که چقدر مقبول است و چقدر زیباست. این طرف هم دوستان عزیز قسم میبینین کابل دیگه فرصت هست، بیربار نداره. چرا؟ به خاطر که دوستان عزیز هنوز عید تمام نشده و مردم به خاطر عیدگردی و گشتک میرن دیگه. اینمیال شما اگر طرف کوتل خیرخانه برین و بیربار مواجه میشین که در 2-3 ساعت آینده هم نخواد برسیم، اما اینجا میبینید خبر از بیربار نیست. این طرف هم دوستان عزیز سالن عروسی قلب آسیا رو شما در تصویر میبینین که تو یک سالونک زیبا و مقبول است. تمام من چند وقت آمرد می خوازه و خوازه کاری و بسکت خوازه رو من فکر کردم که شاید میخوای تغییر شیب بده، اما تو یک گپ نبود. دیگه شیشای خود پاک کرد و آماده هستن دیگه. دوستان قسم میفهمین در رمضان دیگه کس عروسی نمیگیره و به مون خاطر ماندینشه پاکاری کردن بسیاری هتل‌ها. در ویدیو آینده دوستان عزیز من نشانتون میتم، البته در چهارراهی پروانه 3 شهر کابل به طرف نوات فامیلی که بریم. هتل شهریار تغییر شیب داد، یک هتل دیگه هم از اونم در ویدیو بعدی براتون نشان میتم. دیگه منتظر ویدیوهای بعدی باشین ببینید کابل چقدر زیبا و مقبول شده. دیگه اون طرف دوستان عزیز سرک تیر فروشی هست و این طرف هم قسمت میبینین ما کم کم همون چهارراهی رسیدیم. این چهارراهی رو یک گل زده بودن دوستان عزیز، یک گل ساده یکان چیز بند کرده بودن. خب متاسفانه همین شمال از شمال شد و باران هم شد. همین چند روز پسندی روز زیاد باران بود و از بین بردشون دیگه. چهارراهی رو میبینین دوستان عزیز، افغانستان از این میشه معلوم است. من اون بیرق بسیار خوشم میاد، همون نقشه من با وجود میاره واقعا. این طرف هم اینک گواه هستن دیگه، به خاطر قربانی میبری شما فکر کنم. خب دوستان عزیز بریم در چهارراهی رو مثلا نشان بودم. ما از خاطر چهارراهی آمدیم، از خاطر دیدن چهارراهی. حالا که چهارراهی رو نبینیم بازه کی میشه. یک چهارراهی بسیار بزرگ از دوستان عزیز دیگه. جای شهر کابل چهارراهی رو از بین بردن، برای کیره تاهی مسکنه اینجا رو از بین بردن، اما چهارراهی نرفتن بین. ببینید چقدر مقبول و زیباست. اون یک بیدر ما دستایش همینجا خلقرای که انداخته. من اینمی بیرق واقعا خوشم میاد دوستان عزیز و اینمی دوست دارم. ببینید سبز شده، همه جای کابل در حال سبز شدن است. تنها نه کابل دوستان عزیز، تمام جای فصل بهار است و ببینید که چقدر زیباست دوستان عزیز. چهارراهی در بینش گلارشان، این گلام از جنس آهن هستن و واقعا زیبا ساخته همین چهارراهی را. اونو بغلا که میبینین دوستان عزیزم خود چهارراهی داخلش البته اونو ورقا را که زده به خاطر تعظیم بوده که دوباره اونو کنده شده و زیادش از بین رفته دیگه. بیاین که بریم تو راه خود ادامه بدیم دوستان عزیز. و انتون کارران در این بخش میبینین که یکی از بهترین پهنتون‌های افغانستان است و البته لیسیالی خصوصی کاردان. بیاین که اینجا برای موجود دوستان عزیز که موتر نیست، کنار باز موتر آمد راه خطرناک میشه بازه. دوستان عزیز هوا گرم شده در کابل، با قدر گرم شده که دیگه آیسکریم خوردن هم مجاز میکنه. این آیسکریم هم برآمده دوستان عزیز. میگم میتونین که از این آیسکریم ها لذت ببرین. البته یا بسیار مزه‌دار از آیسکریم های دیگه است، آیسکریم های قفلی میگنشه. واقعا خوش میاد دیگه، شما را نمیفهمم.
به هر صورتش دوستا این طرف ببینیم آپارتمان های بلندکی ما شده، چی آپارتمان های زیبا و چی آپارتمان های مقبوله که مثالش در کابل در همه جای پیدا نخواد بتونین. این طرف هم دکانایش باز است دوستا، دکوریشن باز است. اونو ساختمان های توین تاور دوستان عزیز بسیار زیبا و مقبول است. مرا واقعا خوشم میاد و زیبایی های کابل بسیار زیاد افزوده. دوستان عزیز مالته را ببینین، مالته میوه شیرین و بسیار خوب. البته دیگه مردم ما به خاطر ویتامین سی که داره زیادتر میل میکنن آبشه. در عید در امی عید که گذشت بالای هر دسترخوان که میوه تازه بود، از این مالته همچنان بود. خب دوستان عزیز بیاین که بریم یک دو طرف گل فروشی ها هست، گل فروشی ها رو ببینیم چی در طرف باش که خالی روان باشیم. اون کاکامونو درختار خریده میبره که بشانه. درختامونو مسمور هستن گل کردن. این گل نهال فروشی ها دوستان دیگه میخوایم ویدیوی از گل نهال ببینین دوستان عزیز که ما رفتیم از داخل ویدیو گرفتیم و به نشر رساندیم و درباره هر گل گپ زدیم. در این کانال در پلیلیست ها موجود است، میتونین برین و ببینین. میبینین دوستان عزیز گل کاکامونو خریده میره، فکر کنم اینی ها رو خریده، اینی گلا رو خریده تمام میشه. مثلا اونجای تزیین بسیار زیاد میبره که قدر زیاد خریده. اینی هم توین تاور دوستان عزیز که براتون گفتم ببینین چقدر مقبول و زیبا هست و چه یک نمایی داره فعلا. میبینین البته باز اوقات دوستان عزیز نمایشگاه های هم در اینجا برگزار میشه که بسیار بزرگ می باشه بین افغانستان و ایران و وقتی که برگزار شوه و اعلانش میگذاره و شما میتونین ببینید. خوب دوستان عزیز قسمی که میبینیم همون تالار را که ما براتون تالار عروسی که تغییر کرده پیش از ختم شدن ویدیو اینه رسیدیم و البته در ویدیوی بعدی نماند. تالار عروسی قصر زرین دوستان عزیز که همه ما کابلی ها البته باش آشنایی داریم، یکی از تالارهای زیبا و مقبول شهر کابل است بود و از سابق فعالیت داره. امسال در رمضان اون شیپ خود تغییر داده. ببینید چقدر زیبا شده، چقدر مقبول شده. بزرگ هم است، اما خوب به خاطر که شیشه‌ای بود، شیپ شیشه‌ای داشت واسه قدر نمی آمد. این طرف ببینین دوستو نه که باید جنگ نکنه، تفلک ها جنگ داشته نمی‌کنم صد چیز از این کارم چیز چه گرفته بود بچه خطرک. این دوستان از این گل فروشی ها را دیده بریم، آدم تازه میسازه. یک قسم از هتل عروسی کرده خوب است، تغییرات بهاری است. چه گل‌های چه زیبایی دوستان عزیز که کابل فرا گرفته. ببینین و لذت ببرید از زیبایی های کابل، از زیبایی های بهار، از زیبایی های قدرت الله یکتا. این در دیگه این موترها زیاد هستن دوستان عزیز، پارک کردن گل میخرن. گل فروشی هم تا میجه دوستان عزیز دیگه خلاص میشه گل فروشی. امیدوارم که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. دوستان عزیز ویدیو رو میبینین، ما رو معلوماتتون فراموش نکنین، سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین، کامنت های زیبا بانین که ما هم دیگه هم انرژی بگیریم و بتونیم براتون چیزای زیباتر و مقبولتر تهیه بکنیم و شما بیننده باشین. دیگه تا دیدار بعدی همتون رو بالله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین. الله حافظ و مددگار همتون. مدنی تصویر شده شرکت